بسم الله الرحمن الرحیم. اول که داخل قبر همسایه‌اش میره خیلی جالب بود. بعد اون قسمتی هم که خانمای بی‌حجاب رو نشون میده که پوست بدنشون ذوب میشه. بعد دیدیم ایداد بیداد یارو مرده، داره میگه بابا من زندم نمردم، من تو قبر نذارید، ولی فایده نداشت. و مخصوصا اونجا که مثلا میره به خانواده سر میزنه، میگه نگاه کن بچه‌م به خاطر بی سرپرست شدن خودش گریه میکنه، خانواده‌ام به خاطر حفظ آبروی خودش دارن خوب پذیرایی میکنن، مهمونا اومدن فقط بخورن، هیچکی به فکر من نیست. اینا خیلی تاثیر رو من گذاشتن. من حقیقتا در زمینه چشم‌چرونی فجیع چشمم خطا میکردیم برام بعد، ولی الان تا اون همون اولش که نگاه میکنم اون تصاویری که از خدا وکیلی بغضم میگیره. بارها شده، یعنی الان که دارم صحبت میکنم همین حالت گرفتم، بارها شده تو خونه تنها نشستم این سیدی رو نگاه کردم. وقتی این فیلم رو دیدم اصلا دلم میخواد که دیگه اصلا دست از گناهام بکشم. واقعا چقدر خوب میشه که این اصلا تو تلویزیون پخش کنن که تمام دنیا ببینن که چی میخواد، آخرش جایشون کجاست، بدونن که چجوری این همه کارهای بد میکنن، این همه کارهای ناشایست میکنن، آخرش ببینن که کجا میخوان برن. هر موقع یادم میره مثلا من خدای بالای سر هست، گناهی هست، نمیدونم اینجور فکری که میکنم نباید راهمون کج کنم و تا میخواد یادم بره سریع میام این سیدی رو میذارم تو دستگاه نگاه میکنم، خیالم راحت میشه. ولی خب الان خدا شاهده گفتم کلی از رفیقام هستن میگن تو چرا اینجوری شدی، یکی دو ماه اصلا عوض شدی. غروب که میشه میام یه سمت مسجد که میرم میگن کجا میری، بیا بریم مثلا فرض مثلا باشگاه بیلیارد، بیا بریم فلان جا، بیا بریم خیابون مدرسه. میگم نه من دارم میرم مسجد. من اشاره میکنم به آقا داره میره مسجد، بچه‌ها مومن شده. کدام خب دیگه اینجوریه، ما حالا مومن که نشدیم ولی خب خیلی از بچه‌ها دختر خانوما رعایت حجاب نداشتن، آرایش‌های آنچنانی و نمیدونم فلان، خانواده‌ها زنگ می‌زدن از من تشکر می‌کردن. حالا گذشته از اینکه بچه‌ها دیدن، خیلی‌هاشون میومدن این سیدی رو التماس می‌کردن، خانم تو خدا این سیدی رو به ما بدید، خانواده‌مون مثلا در مادراشون، خواهراشون، فامیلاشون با هم میشونن که این سیدی رو رد و بدل می‌کردن بین اقوامشون. با این سیدی ها من گناهکار توبه کردم، باورت میشه؟ یعنی حتی تصمیم خودم گرفتم که نمازمو بخونم. خیلی هم رو من تاثیر گذاشت، هم یکی از بچه ها رو که بردم نشونش دادم فقط میگفت خدایا توبه. خیلی سیدی کارساز بود در زمینه‌ای که چطور بهتون بگم، حالا یکی در مورد مشروب خوردنش، یکی در مورد اون سیدی های مبتذلش، یکی در مورد زناکاریش. آدم چرا دروغ بگه؟ آدم گناهکار اگر گناه خودش اقرار کنه هم سبکتر میشه، هم خدا خوشش میاد. جایی که میرسن به اون جایی که بالاخره مجوز رو بهشون مجوز ورود دادن و وارد میشن، اون لحظه خیلی لحظه قشنگی بود. وقتی دیدم وارد شدن گفتم که خدایا انشالله که ما هم جزو اون آدمایی باشیم که بتونیم این مراحل رو طی کنیم و با خوبی انشالله و برسیم به اون دروازه. انشالله خدا مجوز ما را بده.
برای مرگ آماده باشید که اگر از آن فرار کنید شما را می‌یابد و اگر بر جای خود بمانید شما را می‌گیرد و اگر فراموشش کنید شما را از یاد نبرد و چون سایه‌ای تمام عمر در تعقیب شماست. همسایگانی هستیم که با یکدیگر انس نمی‌بینیم، همسایگانی هستیم که به دیدار یکدیگر نمی‌رویم. غایب شدگانی که کسی انتظار ما را نمی‌کشد، با اینکه در یک جا گرد آمدیم تنهاییم، رفیقان یکدیگریم و از هم دوریم. زمین ما را در خود گرفت و از گوشت بدنهای ما خورد و از خون ما نوشید. پس در شکاف گورها بی جان و بدون حرکت پنهان مانده ایم و زمین ما را در خود در یک جا گرد آمدیم تنهاییم. غایب شدگانی که کسی انتظار ما را نمی‌کشد، رفیقان یکدیگریم و از هم دوریم. چرا کسی به حرف من گوش نمیده؟ صبر کنید بابا، من زنده‌ام، من زنده‌ام. منو کجا میبرید؟ صبر کنید، با شما صبر کنید. من زنده‌ام. اونجا که جای مرده هاست، چرا من اونجا میبرن؟ یکم یواشتر. خدایی چه خبره؟ چرا اینا با من اینجوری میکنن؟ صدای گلو زنجیر خیلی عجیبه. قبر آجوسه 20 سال پیش فوت کرده بود. بهتره یه نگاهی تو قبرش بندازم. یعنی هنوزم اونجاست؟ این قبر اسقراغاست که هنوز پیش دفنش کرده. شکمش پاره شده، رودهاش ریخته بیرون، از گوشاش کر بیرون میزنه. یعنی بدن منم که هنوز دیگه. چرا در دنیا این چیزا رو ندیده بودم و به اون فکر نکرده بودم؟ مردم ببینید چگونه بدن آیناس بر بدن پوسیده شده. ببینید چطور حشرات گوشاشون رو خورده. ببینید که چشماشون به جای سرمه پر از خاک گردیده. ببینید زبونهایی که با سرعت و فصاحت سخن میگفتن چطور پاره شدن. ببینید چطور تسلیم شدن. نه دستی برای دفاع دارن، نه قلبی برای زاری. ببینید، نه نمیبینید، همونطور که من نمیدیدم. یاد مرگ از دلهای شما رفته.
و آرزوهای فریبنده جای آن را گرفته است. همونطور که من و امثال من این گونه بودیم. ای خدا چقدر زود دنیای من تموم شد. انگار یه روز بود و گذشت. الان فی حال دنیا غربتیم به من رفت من غریبم یکم یواشتر آرومتر منو بذارین زمین، خواهش میکنم. به من رفت در موقع مرگم، در موقعی که غم و حسرت وجودم رو میگیره. ابکی لذیق لحظی گریه میکنم برای تنگی قبر و لحدم. دیدید یه وری آدم رو میخوابونم سمت راست، بعد یکی میره یه مقدار خاکا رو میذاره زیر سر میت، یه مقدار خاکا رو میریزه آروم رو صورتش. یعنی دیدی، حرف اینه، دیدی بینید به خاک مالیده شد، اینقدرم غرور واویلا. عبدالله اظهر يا عبدالله يا ابن عبدالله هل أنت على العهد الذي كان عليه الشهادة الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد صلى الله عليه وسلم غفر لعلي وحشتي. ففي القبر وحدتي وزادي جد خاك من تلاقي ضرر. أبكي لظلم يا نور کجا میرید؟ منو تنها نذارید. من از تنهایی میترسم. تو رو خدا صبر کنید، منو تنها نذارید. به من رفت اون ساعتی که وحشت قلب منو میگیره، زبانم بند میاد، هرچی صدا میزنن من من لال شدم نمیتونم جواب بدم.
خدایی بی همتاست. اوست خدای یکتا که غیر او خدایی نیست، که دانای نهان آشکار عالم است و بخشنده و مهربان در حق بندگان. پیغمبر توحید پیامبر من محمد ابن عبدالله است. مولای من علی ابن ابی طالب است. تو کیستی؟ آرام باش که من دوست و رفیق تو هستم. دوست من؟ اگر واقعا دوست منی پس در این خطرات مرا همراهی کن. متاسفم. همان روزهایی که تو در دنیا با من بودی من اینجا با تو هم و کمکت میکنم. تو سفر مهم و خطرناکی در پیش داری. خیلی مواظب باش. من میروم اما خیلی زود برمیگردم. خدا حافظ. تمام اعضایش را بو بکشید. خدای من چی میخواد بکنن؟ باید خود را به خواب بزنم تا نفهمد من بیدارم. دستهایش را بو بکشید. تمام اعضایش را بو بکشید. آنچه که از ریز و درشت انجام داده است همه را ثبت کنید. قلبش را بو بکشید. زبانش را بو بکشید. گوشه سفرش را درون کوره پشتیش بگذارید تا با خود ببرد. نامه عملش را به گردنش آویزان کنید تا در آخر کار و روز حساب از آن استفاده شود. چنان تو را در این آهنهای هفت جوش بفشارید که تمام استخوان‌هایت خرد شود و اولین شیری که از مادر خورده‌ای از استخوان‌هایت بیرون بزند. برخیز که تمام دردهایت برطرف شد. من توشه سفر تو را کم میبینم. چاره نیست، باید چند جمعه اینجا معطل باشی. شاید از طرف دوستانت چیزی برایت برسد. من میروم تا گذرنامه عبور را از سلطان دنیا و دین بگیرم. اگر از طرف دوستان و خانواده‌ات خبری نشد، شب جمعه نزد خانواده‌ات برو تا شاید طلب رحمت و مغفرت کنند. دریغا حاصل عمرم برابر همای بختم اینک خواب است. هزاران خرمنی که گرد کردم زبان آتش و
رنج و عذاب. ظاهرا که هیچ خبری نیست. فکر میکنم من رو فراموش کردم. باید به صورت پرنده به خانه‌ام بروم. شاید خانواده‌ام این شب جمعه برایم چیزی بفرستن. چرا یک فقیر هم در بین آنها نیست؟ معلوم می شود به فکر آبروی خودشان هستند، نه من. میهمانانم ظاهرا به خاطر خوردن آمدند، چون حتی یک قطره اشک هم برای امام حسین در چنین مجلس ریخته نشد. پسرم هم که گریه می کند به خاطر خودش که بی سرپرست شده گریه می کند. چقدر صحنه دردناکی است. باید برگردم چون کسی به فکر من نیست. سلام هادی. علیکم السلام. این سیب ها از کجا آمده است؟ بنده خدایی از اینجا عبور میکرد. وقتی به قبر تو رسید برای تو فاتحه‌ای خواند که خاصیت نقدی آن این سیب هاست که میبینی. خدا او را رحمت کند که به موقع آورد. حالا فهمیدم که چقدر اعمال ما در دنیا برای اموات مؤثر و مشکل گشا است. اما ما در دنیا به سهلنگاری از آن می‌گذشتیم. دوست من، خبری برایت دارم که وقتی بشنوی از خوشحالی بال در میآوری. به من خبر دادند که حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام به سفارش پدرش علی ابن ابی طالب و چند تن از امامزادگان و بزرگانی که در نماز شب برایشان دعا می‌کردی و یا بر سر مزار آنها رفته فاتحه‌ای خواندی، شنیدند که سفر آخرت در پیش گرفته‌ای. در این لحظات حساس می‌خواهند به دیدارت بیایند. خدایا منو این قابلیت، منو این سعادت، بیا نگار آشنا، شب غمم سحر، مرا به نوکری خود شهات مفتخر. آن که در جلو ایستاده است حضرت ابوالفضل العباس است و حبیب ابن مظاهر و دیگران هم هستند. این دیدار فقط به خاطر دلگرمی و تشویق تو است. کمک و دادرسی آنها از شیعیان در آخر کار است. آنها آمدند تا تو از رستگاری خیش مایوس نشوی و برای حرکت دلگرم شوی. تا لحظاتی دیگر باید از مراحل سختی بگذری، مراحلی که برای گنهکاران سخت طاقت فرساست. منو تنها نذاری، رو دلم پا نذاری، منو تنها نذاری، رو دلم پا نذاری، و
خسته رفتن آقا جون، نوکر تو جا نذاری جا نذاری. دوست من، باید خود را برای حرکت آماده کنی و نیاز به توشه بیشتری داری. من دوباره نزد خانوادم نمی روم. اگرچه به اسم من کارهایی می کنند، اما من از خیرخواهی آنها مایوسم و رفتن من جز اینکه بر غصه و اندوه من بیفزاید هیچ سودی نخواهد داشت. من جلوتر از تو به منزل 4 می روم، شما هم بعد از من حرکت کن. در منزل 4 یکدیگر را خواهیم دید. اما هادی من میخواهم با تو باشم. در دنیا این 3 سال من با تو نبودم و این کوتاهی از جانب خود تو است. خودت را سرزنش کن. الهی به امید تو. خیلی میترسم. یک کاش رفیقی داشتم تا مرا همراهی میکرد. خدا را شکر بالاخره یکی دارد میآید. برم از رفقا نمیگذارم که آب خوش از گلویت پایین برود. سلام علیکم. کجا میخواهید بروید؟ هر جا تو بروی. حالا بگو اسمت چیست؟ اسمم جهالت است و شغلم فاسد کردن و فتنه‌گری است. با تو هم. هی با تو هم. من تشنه شدم. در این نزدیکی ها آب هست؟ نمیدانم. پس تو چه میدانی؟ همینقدر میدانم که همچو سایه از اول عمر همراه تو بودم و از تو جدایی ندارم مگر اینکه خداوند به تو توفیقی دهد که از من جدا شوی. گیر عجب دشمنی افتادم. خدایا رحمی کن. چقدر آهسته را میروی تو. بروی. چه شده؟ معلوم می شود که خسته شده ای. الان کاری می کنم که این 5 فرسخ را برای تو 1 فرسخ شود و زودتر به منزل برسی. معلوم می شود با این همه نادانی معجزه هم داری. بیا و تماشا کن و سفیدی راه رو ببین که چطور قوسی و کمانی شده و طولش 5 فرسخ است. بطر این قوس که به منزله زه کمان است خیلی کوتاه‌تر است و تا شاهراه 1 فرسخ بیشتر نیست. آدم عاقل راه دراز را بر راه کوتاه اختیار نمی کند.
شاهراه را به خاطر این شاهراه میگویند که رهگذران زیادی از آن عبور کردند. از آن همه دیوانه بودند که این راه دراز را انتخاب کردند. عجب بیشعوری هستی تو. آنهایی که از آن راه رفتند بار و اساس داشتند، ذات و توشه داشتند. اما مثل من و تو که ذات و توشه ای نداریم، چه مانعی می شود که از این راه مختصر بگذریم؟ چه می شود؟ باشد، از این راهی که تو میگویی میرویم. برویم جانم، برویم. سخنانش توجهی نکن که گرفتار میشوی. افراد زیادی در این در هست. تو که گفتی این راه نزدیکتر است، اما از چند دره عمیق گذشتیم ولی از شاهراه خبری نیست. چرا دست از سر من بر نمیداری؟ من که گفتم نمیگذارم که سالم به مقصد برسی. به شاهراه رسیدم. خدایا شکرت. کجا رفتی جانم؟ خسته شدی نه؟ ای کاش میان من و او فاصله به دوری مغرب تا مشرق بود. دانی که چرا همی کند نبه جدید، یعنی که نمودن در آینه صبح که از آن شب گذشت بی خبری. خدایا تو رو شکر که مرا از دست شیاطین نجات دادی. اگر در وسط جاده حرکت کنی این جانوران آسیبی به تو نمیرسانند. با آنکه زمین ته دره همواره است، اما من دوست دارم از بالای کوه بروم. فکرت درست است. هوای پایین دره دلگیر است. علاوه بر آن از بالا بهتر میتوانیم اطراف را تماشا کنیم. آری. درست است، برویم. بدبخت نمیداند این تصمیم او به خاطر این است که در جوانی طالب بلند پروازی بوده است. نمیداند چه بلایی بر سرش میآید.
ای ملعون، در این بلندی عجب تماشا و سیاحتی کرده بودیم. ای کاش از ته دره رفته بودیم. هر کس که تکبر بورزد خداوند او را فرو میگذارد و هر کس که برتری طلبد خداوند بینی او را به خاک میمالد. شما اینها را خوانده اید و عمل نکردید، پس تمام بلاها حقتان است. بهتر است که از ته دره برویم. ای هادی، کجایی که حال مرا ببینی؟ بعد از اینکه تو در دنیا مردود شده ای، از دست عادی تو چه برمی آید؟ الحمدلله زخمای بدنم خوب شده است. سلام علیکم. و علیکم السلام. در راه بر تو چه گذشت؟ الحمدلله اگر بدی هم بود با دیدن شما رفت شد، اما چند نفری از من عقب ماندن و سیاهانشان آنها را نگه داشتند. البته سیاه من هم خیلی مرا وسوسه میکرد، اما من به لطف حق گوش به حرفش ندادم و از من عقب افتاد. انشالله دیگر به من نمیرسند. متاسفانه آنها از ما دست بردار نیستند و در منازل بعدی شاید با ما بجنگند. ما بدون اسلحه چگونه با آنها بجنگیم؟ اگر در دنیا اسلحه آماده کرده باشیم حتما در منازل بعدی به دست ما خواهد رسید، اما اگر سلاح آماده نکرده باشیم نمیدانم چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد. الحمدلله. الحمد لله رب العالمین. برویم استراحت کنیم که صبح زود باید حرکت کنیم. اینجا شهر محبت است و آنهایی که در محبت اهل بیت علیهم السلام به سرحد عشق رسیده‌اند اینجا منزل می‌کنند. دوستی علی علیه السلام حسنه است که هیچ گناهی نمی‌تواند به آن زیان برساند.
حتما سیاه دوباره به سراغم خواهد آمد. باید مواظب باشم دوباره گورش را نخورم. صبر کن، کجا می روی؟ راه از این طرف است، برگرد. بیا. روش و رستگاری من در مخالفت کردن با اوست، پس مستقیم می روم. چرا به حرفم گوش نمی دهد؟ برگرد. خدا لعنتت کند، چرا به حرفم گوش نمی دهی؟ آبادی ظاهرا این منزل 4 است. هادی هم به من قول داد که در این منزل او را ببینم، پس باید عجله کنم. پس هادی کجاست؟ هادی دردم از یار است و درمان میزن، دل فدای او شد و جان میزن. دردم از یار است و درمان میزن، دل فدای او شد و جان میزن. چون سرآمد دولت شبهای بس بگذرد دوران هجران میزن، بگذرد دوران هجران میزن. امیدوارم که بر تو سخت نگذشته باشم. خدا را در همه حال شاکرم. خطراتی هم که بود از طرف جهالت بود که در واقع از ناحیه خودم بود. وقتی تو را دیدم تمام قصه هایم برطرف شد. دوست من، خطر هنوز رفع نشده و درست بعد از این عذابهای شدیدتری خواهد بود که غالبا انسان را به هلاکت میکشاند. وسایلی که میتوانی با آن بعد از این از خود دفاع کنی فقط عصا و سپری خواهد بود و این کم است. امشب که شب جمعه است نزد خانوادت برو، شاید به یاد تو خیراتی از آنها سر بزند و اسباب امنیت تو در این مسافرت بیشتر شود. ای هادی، من از آنها مایوسم، چون آنها بیشتر به مسائل شخصی خودشان نگاه میکنند، علل خصوص که زنده ها مرده های خود را زود فراموش میکنند و دل سرد میشوند. در هر صورت همکنون برخیز و برو که معمولاً با رفتن تو یادی از تو می شود. امید از خداوند عزیز این رفتن تو را سبب قرار دهد تا از تو یادی شود. باشه، می روم. خدا پدرتان را بیامرزد. در زمان حیاتش خیلی راحت بودیم، هیچ وقت بچه ها گرسنه نمیخوابیدن. خدا بیامرزدش.
یعنی چی؟ اینها چرا وضعشون این گونه است؟ زمان حیات من آنها خیلی احترام داشتن، اما اکنون خبری نیست، کسی به یاد آنها نیست. ظاهرا امور معاش آنها نیز مختل شده. بچه ها چقدر ژولیده و پشمرده شدن. خدایا بر اینها و بر من رحم کن. این اسب از کجا آمده است؟ عیالت این را برای تو فرستاده است و این رحمت حق است که به صورت اسب در آمده و بهترین چیز در این منازل برای جلوگیری از پیاده روی که خیلی سخت است اسب می باشد. دعای تو نیز در حق آنها مستجاب شده است و آنها از این به بعد در رفاه و آسایش به سر می برند. ببین رفتن تو چقدر باعث خیر شده است. خود را آماده کن که وقت رفتن است. گفتی به کجا می روی آخر ز برم، هر جا که روی باز گرفتار منی. خیلی دقت کن. از این به بعد هر لحظه امکان دارد ناگهان وارد سرزمینی از عذاب شویم و این همان مسیری است که تو در دنیا طی کردی. افسار اسب را محکم بگیر و با یاد و نام خدا در مسیر مستقیم حرکت کن. مبادا به این طرف و آن طرف جاده بروی که برای نجات تو از دست من کاری ساخته نیست. اینجا کجاست؟ این گاوان آخران دیگر که هستن؟ به زمین دیگری از زمین شهوت رسیدیم و اینها شکم پرستان و تن پرورانی هستند که با مال حلال خود شکمان خیش را سیر می کردند و به جز تن پروری فکر دیگری نداشتند. به همین دلیل به شکل خر و گاو و گوسفند نشان می دهند. اما آنهایی که در سمت چپ به شکل خوک و خرس هستند در تن پروری خود بیباک بودند و فرقی میان مال حلال و مال حرام، مال خود و مال مردم نمی دیدند و اینها سخت در عذابند. سریعتر حرکت کنیم تا از آنها دور شویم. خوشا به حالت. تو در دنیا سخت مراقب غذایی که به خانه می آوردی بودی تا با حرام مخلوط نشود و در وقت غذا خوردن هم به فکر شکم پروری نبودی، لذا خیلی راحت از این سرزمین خارج شدی. اگر غیر از این بود سالیان دراز فقط در همین زمین شهوت گرفتار می شدی.
اینها گوش کنندگان غیبتند که گاهی از دهان و گوشهاشان آتش بیرون میزنند. از آنها دور شو. در این چاه دیگر چه کسانی هستند؟ اینها کسانی هستند که مؤمنین را مسخره می‌کردند و لب و دهان برای آنها کج می‌کردند و چشم و ابرویشان را برای آنها بالا می‌انداختند. کاش از حساب خود خبردار نمی‌شدم. ای کاش مرگ کارها تمام می‌کرد. مال من به درد من نخورد. این چرکاب غذای ما گناهکاراست. هیچ غذای دیگری به ما نمیدهد. هر چقدر از این چرکاب میخوریم باز هم گرسنه‌ایم. وای خدایا گرسنه‌ام، سوختم. زن در دنیا به مسائل شرعی توجهی نمی کرد و موی سرش را به نامحرم نشان می داد و بدنش را برای نامحرمان آرایش می کرد. خدا از او نگذرد که چه جوانهایی را به انحراف کشاند و آنها را به عذاب خدا گرفتار کرد. هر بار که با درد و رنج می سوزند و پود می شوند، پوستی تازه و عذابی دوباره دارند و لحظه ای آرامش ندارند. رباخواران این گونه کیفر می شوند. روزی 1000 بار آرزوی مرگ می کنند، اما نه مرگی دارند تا راحت شوند و نه آسایشی. اینها کسانی هستند که نسبت به مسائل دینی بی تفاوت بودند و انجام واجبات برایشان چندان اهمیت نداشت. نمازشان را ضایع می کردند و دستورات خدا را نادیده می گرفتند. وای بر آنها که چه بد با خدا معامله کردند. ای کاش مادرشان هرگز آنها را نزاییده بود. کسانی که برای خوشگذرانی شراب می نوشند، ای کاش لحظه ای دوستانشان را اینجا مشاهده می کردند و می دیدند که خداوند چگونه وعده‌اش را عملی ساخته است. چرا تاریک شده است؟ خدایا دیگر چه کسانی هستن؟ این چه سرزمینی است؟ این چه جانورانی هستند که از دیدن آنها و بوی تعفن و کثافتشان دل آدم به هم می‌خورد و نفس قطع می‌شود. کمکم کنید! زمین شهوت است و اینها زناکارانند. از راه بیرون نروی که گرفتار میشوی. خدا رحمت کند عیالم را که اسب را برایم فرستاد. به خدا راست گفتند که هر کس ازدواج کند نصف دین خود را حفظ میکند و درباره نصف دیگر آن باید از خدا بترسد. آخ خدای من رفتم خجل زی بندگی آوردم
بگذرد. اینها کسانی هستند که در دنیا به خاطر گناهانی که انجام داده‌اند از صراط مستقیم خارج شدند و در لجن و کثافات گناه خود دست و پا میزنند و هیچ دادرسی ندارند، چون در دنیا بارها به آنها تذکر داده بودند اما گوش شنوا. گوشهایشان به خاطر زیادی گناه و معصیت تر شده بود و چیزی نمیشنیدند. حقیقت را میدیدند اما باور نمیکردند و این سرنوشت آنهاست و در بدترین شرایط لب به اعتراض نمیگشایند، زیرا در دنیا حجت بر آنها تمام شده بود و میدانند این تجسم اعمال ناشایست خودشان است. از تشنگی دارم هلاک میشم هادی. چه باید بکنیم؟ چون در دنیا آب تقوا به خود کم رسانده ای، اینجا دچار مشکل شده ای. از اسب پیاده شو، اینجا دیگر اسب نیازی نیست، پیاده می رویم. به جلوی راه نگاه کن، چه میبینی؟ چرا آن باغها آتش گرفته است؟ از آن کیست؟ آن باغها و بوستانها از ذکرها و تسبیح مؤمنی ساخته شده است و حالا آن مؤمن دچار دروغ و تهمتی و یا لغویاتی شده است و آنها به صورت آتشی در آمده و خوبیها و باغهای او را به آتش کشیده است و صاحب آن درختان اگر ایمان مستحکمی می داشت البته به این باغها و بوستانها اهمیت می داد و چنین آتشی نمی فرستاد و وقتی به آنجا برسد می فهمد که عجب کاری کرده است و آن وقت است که دود حسرت از نهادش بیرون می آید ولی حسرت سودی نخواهد داشت. خطرات گذشتی مؤمن، اینجا اول سرزمین وادی السلام است که مؤمنین بعد از طی منازل به آن وارد می شوند و این یکی از کوچکترین پاداشی است که خداوند به مؤمنین وعده داده است. پس از این که مجوز عبور را که از سلطان دنیا و دین گرفته بودیم به آنها نشان دهیم، تو وارد سرزمین وادی السلام می شوی که این سرزمین جز سلامت و پاکی و صداقت نیست. به تو تبریک می گویم که بهشت را در دنیا نادیده خریدار شدی. مجوز عبور.
من جا بمانم ای خدا ای مهربان و یا رحیم یا ربی یا رب یا کریم. یا رب حق مصطفی یا رب حق مصطفی به حرمت آل ابا بلما گذر از جرم ما تو را به جان مرتضی غرق گناه ای خدا غرق گناه ای خدا بالمالگاه ای خدا بلگر به ها ای خدا درد منو بالمدبا وای 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 خدا دیگر ندارم آبرو اما منو یک آرزو چیه آرزو قلب منو ده شست و شد تا که شوم پاک از خطا هر واقعم باشه جان علی و آل او ما را ببر دنبال او قلب مرا کن